السلام علیکم بابای حاجی. 6 ماه زیاد ایستادن در راه سفر به نکاح ضرری دارد یا ندارد؟ طوری از سفرکی میشوند، مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال در سفر میستند، از زن دورن، آیا می در نکاح ضرر میرساند یا نه؟ نه، ضرر نمیرساند، ضرر نمیرساند. فقط ضرر از ضرر هم با ضررتر این است که وقتی که تو نفقه ایشان نمیرسانی، با گذشتن 1 سال 2 سال در بین شما نکاح تان بریده نمیشود. ولی سخن پیامبر گرامی که این لی بدنک علیک حق ولی زوجک علیک حق ولی اهلک علیک حق، انا همین حدیث تو را میکشد. انا همین حدیث پیامبر گرامی حال تو را در روز قیامت و در خانه قبر و در همین دنیا حال تو را بد میکنند. که پیامبر گرامی میگه بدن بالای انسان حق دارد، زن بالای مرد حق دارد، فرزند بالای پدر و مادر حق دارد. همین حق هایی را که امروز دادرای ما 6 ماه و 1 سال میستن و زنها را فراموش میکنند، پدر و مادرها را فراموش میکنند، انا همین سخن پیامبر که حق به حقدار نمیرسانیم، انا اینجا در ما و شما در پیشگاه خداوند بعد آدم خجالت و آدم در ذلت و آدم در خاری به حساب میریم. برای این همیشه کجایی که رفتین اون یک شما فراموش نکنین که حتی برکت مرد در حدیث های پیامبر میاد از حساب زن هم میشود. شخص پیش پیامبر گرامی تعلیم میگرفت، یک جوانه، بعدا برادرش آمد نزد پیامبر و گفت ای پیامبر گرامی، آخه این دادری من دایم در صحبت توست، دایم در محفل های درسی توست، آخه این زن دارد، کودک دارد، و بگذارش شود زن کودکش تأمین کند، همه این در گردن من است. گفت برادر شکایت کرد. پیامبر گرامی گفت دادری عزیز، گفت من برای تو گوشزد میکنم که انمون درآمدهای فراوانی که خدا برای تو داده است و آن ذخیره هایی که تو در قفای خود داری و امروز این امکانیتی که تو را خدا داده است که خودت هم سیری، زن هم سیر است، کودکات هم سیر است و این زنی دادر و فرزندای دادر سیر است، همه این به خاطر انمین فرزند، اینمین دادره که پیشی من درس میگیرد، به خاطر این خدا تو را این داده است. فراموش نکو. گفت بینم به خاطر یک نفره خدا دیگر کس برکت میتید. برای همین بود که پیامبر گرامی یک شخص آمد گفت من چیزی ندارم. پیامبر گفت زن بگیر. دویم بارم آمد گفت آخی یک بارت از همه ماندم، با گفت زن بگیر. وقتی در سیوم زن این شخص میگد آنچنان ثروتمند شد که حتی انسانی شد که دیگه به مردم زکات میداد. بینه خداوند به توفیل زن این مرد صاحب دولت و صاحب ثروت کرد. برای همین همون نکاحات وقتی که داملا ها میگن 6 ماه اگر بی نفقه بگذاری زن مخیره هست، میتواند که خودش را به یک طلاق با این حرام طلاق گرداند. این زجری است دادر عزیز. این برای آن است که یکی تو به عقلی و به فهمی نکنی، زن فقط برای یک جاگه خوابش نگیری، بلکه مسئولیت زنداری را دانی. دائم توجه و دائم فکر تو برای این زن و برای آینده های زندگیتون باید باشد. این به او خاطره. ولی نکاح در ضرر نیست، ولی برای نرسانیدن این نفقه تو در پیشگاه پروردگار آدمی گناهکاری. خیلی آدم وقتی نفقه را ندهد برادر عزیز یک بدبختی دارد، میگه خیر عادت است، گندگی کردن هم عادت است، ولی نفس یکی از اینها را قبول میکند. وقتی تو 6 ماه میگذرد، 1 سال میگذرد، سوم روان نمیکنی به زنت یا به فرزندات، تو را میده پروردگار دلت سیاه میکند، دلت سخت میکند، تو بیرحم میشوی، آیسته آیسته بعد در همین سن جوانی بعد به دست یگان با نامرد دیگه کشته میشوی، دنیا را فدرود میگوی میروی. این از آفتاش دادرای عزیز. خداوند پیامبر گرامی را در حدیث ها میگه من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی در دنیا رحم ندارد خدا به او رحم نمیکنه. کسی زن تامین نمیکنه آدمی بیرحمه.
کسی به فرزندها خرید نمیکند ویم آدمی بیرحمه. برای این آدم بیرحم که شد خداوند به او رحم نمیکند. شما جمله اونا نشین. شما تمام وجودتان، تمام هستیتان در بالای زنهاتون حواله کنید. جانتان برای زنهاتون تیر. این اسلام دادر عزیز، این دینه که شما را تاکید میکند و عاشرهن بالمعروف. خدا میگه اینا شما با زنها زندگی خوب، زندگی نیک و همیشه نفقه ایشان باید که رسانید. شما ننگ داشته باشید، ناموس داشته باشید که وقتی زنی تو از خانه تو برای روا خانه شون نگوید آخه چیزی در خانه نیست خوردنی، نه لباسم تامینه، نه شکمی سیر داریم. مقصد دیگه وقتی از پشت تو شکایت میکند همین آدمی ناموسدار مردنش بهتر است. در عرب ها یک مسئله، عرب ها را ببینید میگد مرد اگر در خانه میرد اون نامرده، مرد میگه باید در کوچه میرد، مرد باید در بیرون میرد. جان به حقیقت میگن مراد یعنی بیرون از خانه باشد، همیشه پایبند مشغولیت باشد، کار باشد. خب آدم تا چند سعی کند برادر عزیز، شیخ سعدی میگفت در قبضه سعی هست کلیدی در این روزی. ولی این آدم چقدر میگه سعی کند، دوادو کند، کوشش کند، خداوند ریسک او را فراوان میکند. در قبضه سعی هست کلیدی در این روزی. شیر